آلی انصاری با کی عروسی کرده است؟ آیا به واقعیت آلی انصاری با حسام فرزان ازدواج کرده است؟ آلی انصاری کجاست و اولادهایش نزدیکی است؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت. پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. آلی انصاری هنرمند جوان، موفق و تازه کار کشور که چندین سال است در راه هنر موسیقی خدمت کرده است و آهنگ‌های فراوانی دری، پشتو و هزارگی برای علاقمندانش ثبت کرده است. آلی انصاری در یک خانواده هنری دیده و جهانگو شده. برادرانش هم از جمله هنرمندان معروف افغانستان هستند. آلیه در کشور لندن زندگی می کند. آلی انصاری یک بار ازدواج کرده بود و دارای 2 فرزند می باشد و ازدواج اول وی ناموفق بوده است و شوهر اول خود جدا شده است. اکنون آلی انصاری تصاویری را در صفحات اجتماعی خود نشر کرده است که گویا عروس شده است و لباس سفید بر تن کرده است و بگو مگوهای فراوانی در صفحات مجازی است که آلی انصاری با حسام فرزان ازدواج کرده است، چون که آلی انصاری در این روزها کنسرت‌های مختلف با حسام فرزان اجرا می‌کرد و آهنگ‌های دوگانه هم می‌سرودند و رابطه‌شان در میان مردم نقد شدید شده بود و همه میگفتند آلی انصاری با حسام فرزان نامزد است، ولی آلی انصاری تا کنون نگفته است با کی ازدواج کرده است. آیا با واقعیت وی با حسام فرزان ازدواج کرده است و یا هم خیر؟ اولادهای آلی انصاری نزد دولت لندن می باشد و آلی انصاری اکنون در کشور امریکا است، ولی به هر صورت ما ازدواج دوم آلی انصاری را از صمیم قلب برایش تبریک گفته. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید. ویدیوهای ما را لایک نموده این ویدیو را با دوستان و علاقمندان آلی انصاری هم به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درود دیگر، بدرود.